و بسیاری دیرها بسیاری جماعت‌ها و شهرک‌های ولایت سوخت از خدمت‌رسانی ماشین‌های یاری تجلی برخوردار نیستند. رئیس ولایت سوخت دسترس نبودن یاری تجلی برای ساکنان را از مسائل عمده ساحه طب دانست و گفت بر اساس یک برنامه دوام 2 سال می‌خواهند آن را از بین ببرند. عبدالرحمن قادری این سخنان را 12 ینور در مراسم سپردن 30 ماشین یاری تجلی به بیمارستان‌های سوخت گفت. از ناحیه‌های گرد اطراف شهر خوجند آوردن بیماران پیش معما بود و بیمارخانه‌های شهر خوجند چند نفر باشد آوردن مسئولان قبول میکنند بی مانعی و تبابت میکنند. همچنان تاکید شد که حادثه های سری وقت نگرفتن یاری تجلی عاقبت های فاجعه بار داشته است و این 30 ماشینی که به نقطه های نیازمند سپرده شده اند احتمال وقوع چنین حادثه ها را کم خواهد کرد. تیزتر آورده رساندن بیماران و بیمارخانه ها و از نابود شوی نجات دادن آنها ما نیت کردیم که الان یک پرابلم خیلی جدی ولایت رو در 2 سال آینده پرراه حل و فصل می‌نماییم. تا این وقت بیمارستان و پایگاه‌های طبی ولایت سوخت 109 ماشین یاری تجلی داشتند. بر طبق معیارهای موجود برای 10,000 اهالی یک ماشین یاری تجلی پیش بینی شده است. اهالی ولایت سوخت از 2.5 میلیون گذشته است که با نظرداشت آن تامین اهالی به یاری اولیه طبی خوب ارزیابی نمی شود. ضرورت بسیار بود که ماشین‌های ما جدا کنه شده بود، خدمت‌های اوژه منترکی بود. برای همین ضرور بود. با گفته مسئولان ولایت این 30 عدد ماشینی که به بیمارستان‌ها و پایگاه‌های طبی تقدیم کردند از بودجه دولت مبلغ گذاری شده 1,400,000 سامانی را تشکیل داده است. این ماشین ها را شرکت ستاره 55 که در تندر غالب آمده است خریده بر طبق شرطنامه دوام 2 سال رایگان تعمیر خواهد کرد. ضرورت داریم چون که محل‌های ناحیه باباجان غفورов جماعت‌های ناحیه باباجان غفورov از روی گئوگرافی خیلی دوردستند. گفته شد که اساساً این ماشین ها باید به مردمی که در نقاط دوردست زندگی میکنند خدمت رسانند. با گفته مسئولان طب پنجکند یکی از نواحی دوردست ولایت سوخت در پایگاه‌های بیمارستانی مرکزی شهر پنجکند 4 ماشین یاری تجلی موجود بود که تنها به اهالی شهر پنجکند و جماعت‌های اطراف آن خدمت می‌رساندند. 4 عدد автомашини یاری تجلی وارد گشت که این برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی تجلی به اهالی کمک می‌نماید. مقامات ولایت سوخت می‌خواهند با زیاد کردن نقلیات یاری تجلی در پایگاه‌های طبی اینچنین از تولد کودکان در خانه جلوگیری نمایند. قادری رئیس ولایت گفت پایگاه‌های طبی نظارت از بالای زنان حامله را تقویت داده آنها را با نزدیک شدن وقت زادن با ماشین‌های یاری تجلی به تولدخانه‌ها انتقال دهند. ما خود مادر را از هر حادثه‌های هر خیلی نجات می‌دهیم.